به شعبه وزارت کورهای داخله در شهر بختر با عریضه مرد 37 ساله ساکن نویه دنغره مراجعت نموده است که شب 4 ینور سال 2022 تخمینا ساعت 22:00 دقیقه در نزد مرکز دلخوشی به نام اسب سفید واقع در شهر بختر شخص به او ناشناس از دستش تلفن موبیلیش تمغه سامسونگ A32 که ارزشش 3600 سومانی را تشکیل می‌دهد با روی زورآوری و آشکارا گرفته از جای حادثه غیب زده است. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا جوان 23 ساله ساکن پایتخت که پیش با ماده 248 قسم 2 247 قسم 2 و 244 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت مذکور دستگیر کرده شد. اوید به این حادثه تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کورهای داخله در نویه سینا با عریضه جوان 20 ساله ساکن نویه رودکی مراجعت نموده است که ماه نوامبر سال 2021 شخصان نامعلوم با راه پنهانی در داخل قهوه‌خانه از جیبش یک عدد تلفن موبیلی تمغه آیفون ایکس را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. ضرر رسانیده شده 4000 سومانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا جوان 20 ساله ساکن پایتخت همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. اینچنین هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 37 ساله ساکن پایتخت دستگیر کرده شد که نامبرده ماه ینور سال 2021 با روی پنهانی از ترمینال‌های پرداختی شرکت پیوند گروه واقع در کوچه‌های آسیا، ناصر، ترسونزاده، خیابان رودکی، کوچه منت و داخل بازار مهرگان شهر دوشنبه با استفاده از کلید آنها را گشوده از داخلش مبلغ‌های پولی را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. ضرر رسانیده شده 240980 سومانی را تشکیل می‌دهد. وابسته به حالت مذکور تفتیشات ادامه دارد.